تمام فرهنگ‌های بشری همجنسگرایی رو محکوم کردن در تاریخ بشر. این اصلا ربطی به کتاب مقدس نداره. شاید برای دوست ایرانی بگن که خب آقا این همه کلیساها حتی تو خود اروپا و آمریکا خبر میرسه که موضوع همجنسگرایی رو قبول کردن. در خیلی از فرقه‌های مسیحی کشیش همجنسگرا رو الان قبول میکنن. اعضای هم. پس شما آقای رضا و ساسان جلوی دوربین نشستید، چی میگید؟ دارید دو تا آیه از کتاب مقدس میخونید. پس این همه کلیساهای به قول معروف لیبرال، کلیساهای پروگرسیو، اینا چطوریه؟ پس اینا مگه کتاب مقدس شما رو نمیخونن؟ پس چطوریه که اینا یه نظر دیگه دارن؟ اگر شما از لحاظ روانی یک جهت مشخص داری، اگر از لحاظ فیزیکی یک جهت و گرایش مشخص داری، بنابراین بر اساس اون تو باید عمل بکنی. اگر همجنسگرا هستی همجنس بازی میتونی بکنی، ولی اگر همجنسگرا نیستی نباید همجنس باز باشی. یه عده مسیحی هم دارن میخوان دلیل بیارن که توجیه بکنن دفاع از همجنسگرایی رو از کتاب مقدس. فرق خیلی زیادی هست بین کسی که همجنسگراست و کسی که همجنس بازه. این مفسرین لیبرال وقتی به این آیات میرسن میگن پولس همجنسگرایی رو محکوم نمیکنه. پولس همجنس بازی رو محکوم میکنه. به این منظور شما اگر ذاتاً همجنسگرا نیستی، مثلا یه مردی هستی، زن داری، بچه داری، یه عمری ازدواج کردی، ولی عمل با یه کسی با یه مردی همبستر میشی، تو ذاتاً همجنسگرا نیستی ولی همبستر میشی با یه مردی یا همبستر میشی با یه پسر بچه، با یه جوونی، پولس داره اون کار رو محکوم میکنه. ولی اگر طبیعتاً تمایل داری به همجنس خودت، دیگه همبستر شدن با همجنس خودت غیر طبیعی نیست، طبیعیه به ذات تو. این تفسیر افراد لیبراله که دارن اینطوری، افرادی که بنده قبول ندارن. دو نفر همدیگر رو دوست دارن، عشقشون هم واقعیه، واقعا برای همدیگه دل میسوزونن، همدیگر هم دوست دارن. حالا به شما چه که حالا این دو تا زنن، دو تا پسرن یا دختر و پسرن، به تو چه؟ این تفسیر افراد لیبراله که دارن اینطوری، افرادی که بنده قبول ندارن. مسیحیای لیبرالی که از همجنسگرایی دفاع میکنن، توجیه میکنن، تفسیر میکنن. یعنی من میخوام یه ایرانی که بگه آقا شما این آیات رو میخونی، چطوری تو این کلیسا این آیات رو دارن زیر پا میذارن؟ یکی از جوابا اینه که خیلی از کلیسا اصلا اهمیت نمیدن کتاب مقدس چی میگه، واسه شون فقط یه متن فرهنگی قدیمی هستش. ولی یه کلیساهایی هم اینطوری دارن توجیه میکنن همجنسگرایی رو. فرق خیلی زیادی هست بین کسی که همجنسگراست و کسی که همجنس بازه، که این یک تفسیر کاملا مندراریه از واقعیت کلام خدا. به شما چه که حالا این دو تا زنن، دو تا پسرن؟ اون طبیعت ما هر کاری شاید دلش بخواد بکنه و هر سمت و سوی بخواد بره، باید طبیعی باشه دیگه. ببین زندگی مقدس بدونه. ببینید همین افرادی که صحبت‌های خیلی علمی رو میخوان درباره همجنسگرایی مطرح کنن که آقا همجنسگرایی اصلا ژنتیکه. گرایش‌های جنسی مسئله‌ای هستش که از پدر و مادر به ما انتقال پیدا میکنه و ما هیچ دخالتی در پذیرش و انتخاب اون نداریم. خیلی خوب، همجنسگرایی ژنتیک باشه، هنوز این توجیه نمی‌کنه که شما تن بدید به این عمل، به این وسوسه، به این تمایل. این هیچ توجیه نمی‌کنه که شما چون طبیعتتون، تمایلتون اینه، هر چیزی که تمایل دارید شما باید انجام بدید. این کاملا بی‌معنی هست از نظر کتاب مقدس.